سلام دوستان، اومدیم با یه حواشی دیگه از عشق ابدی. هرچی به آخر برنامه نزدیک میشیم قضیه دارکتر میشه. از وقتی که علیرضا نامزد قبلی ترانه با آیدین زواری مصاحبه کرده و گفته ترانه باهاش چیکار کرده، ترانه هم اومده و گفته این آدم یه کلاهبرداره و پاش به استانبول برسه میگیرنش و اون بوده که ولش نمی‌کرده و من باهاش در حد یه همکار بودم. ترانه گفته علیرضا اصلا پدر و مادر منو تا حالا ندیده. قبل از اینکه حرفمو شروع کنم و بخوام چیزی بگم، میخوام زنگ بزنم به مامانم که یه سری چیزا رو مامانم براتون روشن کنه که این آدم کیه، چیه و چیکار است. اولا که کلاهبردارم هست، ازش هیچ وقت خونه نگیرین تو استانبول، به خاطر اینکه یه دفعه پولتون رو میگیره و کلا دیگه بهتون برنمیگردونه. شاید فهمیدین راجع به کی دارم صحبت میکنم. اون آقای اکس نمای آویزونی که به من چسبونده بود خودش رو به منو ول نمی‌کرد، هنوزم ولم نمی‌کنه و به دروغ داره میگه استانبول، با اینکه اگه پاشو تو استانبول بذاره میبرنش به خاطر پیمو تهدیدایی که من کرده. و دروغ نگو، تو خونه‌تون تو تهران نشستی. دقیقاً این آدم چجوریه؟ خودش از ترسش قبلا هم استانبول نمیرفت. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه خیلی شاکی اونجا داره، همه ازش شکایت کردن، همه دهنشو میخوان سرویس کنن، همش کلاه اینو برمی‌داره. اینم بگم بهتون که این آدم اصلا استانبول نیست، الکی به این اون میگه که ویدیو براش بگیرن از استانبول، خب و بفرستن براش و اون تو پیجش بذاره که الکی بگه استانبوله. کلا این آدم فیک و کلاهبردار. اینو خواستم بهتون بگم. من با این آدم فقط همکار بودم. اگرم برید تو پیجش نگاه کنید، می‌بینید که من فقط ویدیوهای همکاری باهاش گذاشتم. هیچ ویدیو، هیچ عکس عاشقانه‌ای با من نداشته این آدم که الکی اومده خودش من چسبونده و راجع به خانواده‌ام، پدر و مادر من گفته و اصلا تا حالا ندیده خانواده منو این آدم. نه تا حالا دیده نه هیچی، فقط مادر پدرمو پیدا کرده بود که بهشون زنگ زد چرت و پرت راجع به من. این آدم همچین آدم عوضیه که نمیتونه منو به دست بیاره، فقط تهدید کرد و دیدین که چجوری وارد خونم شد و عکس پاسپورت منو پخش کرد. وگرنه هیچ کسی نمیتونه همینطوری بره داخل خونه کسی و اون آدم پاسپورتش رو جلوش بگه بیا پاسپورتمو پخش کن. مادر ترانه گفته منی که در تمام جریانات این مسائل بودم، این حرفا همش دروغه. همین فوشان براش واقعا شخصیت خودم به هیچ کس نکن ترانه. مامان نمیتونم بهش کاری نکنم چون این آدم یه آدم عوضیه. داری منم قبول دارم اینو، ولی ازت خواهش میکنم که به هیچ شخصی توهین نکن. نمیشه. این آدم لیاقتشه. و اینم اگر دیده باشی که دیدی امیرحسین که تو عشق ابدی بود، نمیدونم تو اکسپلور دیدی یا نه، که اومده گفته آره اونجا ترانه به مامانش جلوی ما زنگ زده و گفته این آدم اصلا هیچ رابطه‌ای با ترانه نداشته. بله. خب حالا اینا رو خودت توضیح بده که این آدم با ما چیکار کرده. اون آدم هر اشتباهی کرده، حالا اگه از نظر خودش حق داشته ولی از نظر من اصلا حق نداشته این کارا رو بکنه و یه سری حرفا رو بزنه و اینکه یه سری حرفاش هم واقعا دروغ محضه. یعنی منی که در جریان خیلی مسائل بودم، شاید 99% مسائل رو میدونستم، هم از این آدم هم از شما که دختر منی، اصلا قبول ندارم. بنابراین اصلا هیچ دلیلی نمیبینم که به این آدم بپردازم که بخوام حتی ثابت کنم که کجا دروغ گفته کجا راست گفته و دلیلی نمیبینم اصلا در شخصیت خودم. من میخوام بگی لطفا. من حتی موقعی هم که تو رفتی تو اون برنامه فکر کنم 5 فروردین رفتی دیگه تو. آره. دیگه من نهایتا تا 8 با این آدم صحبت‌ها رو کردم و همه چی تموم شده بود. اصلا دلیلی نمیبینم برای اینکه بیاد ادامه بده یه سری حرفا رو، یه سری مصاحبه اگه برای دیده شدن نیست، من نمیدونم دیگه برای چیه. مادر ترانه در مورد حلقه هم توضیح داده که جریانش چیه و گفته اصلا بعید میدونم که مادری در کار بوده. به واسطه این که شما با این آقا کار می‌خواستین بکنین، همکاری باشه اولش، بعد این آقا خب خدا خیرش هم بده، دستش درد نکنه، عاشق تو شد. بعد اومده خودت این قضایا کاری حلقه‌ام بگو. حلقه‌ام بله یه انگشتری مادر ایشون تهیه کرده بودن اینجوری که خودش میگفت. البته من بعید میدونم که مثلا مامانی در کار باشه، خانواده‌ای داشته باشه. اصلا آدمی که بتونه اینجور با آبروی یه خانواده جلوی این همه آدم بازی کنه، من بعید میدونم که آدم درستی زندگی کرده باشه. حالا نمیخوام توهین کنم، مثلا قصد جسارتم ندارم. به من شخصا بدی نکرده این آدم. من اصلا نمیتونم به مامان چی میگی؟ بچه بازم نگاه کنین مامان من چقدر آدم خوبیه که بتونم آدما رو قضاوت کنم. من نمیدونم که تو دل اون آدم چی میگذره که مامان لطفا با همین آدمایی نمیتونی مهربون باشی. کسی که منو تهدید به اسید کشی کرده، مهربونی اشتباه کرده. بله من اینو قبول دارم. من اصلا کار اون آدمو تایید نمیکنم که بگم مثلا این آدم خوبیه. شاید از نظر من همه آدمای خوبی هستن تا جایی که برخلاف این به من ثابت بشه که باز از اولش تو توضیح بده. و در مورد آیدین زواری هم گفته خیلی آدم دروغگویه و خیلی چیزا رو دروغ گفته. آقای آیدین زواری که میاد میشینه مصاحبه میکنه و واقعا یه دروغایی میگه که اصلا من شاخ در میارم. یعنی اصلا نمیتونم بپذیرم چجوری تو میتونی اینجوری دروغ بگی به این واضحی، یک حرفایی میزنی. یعنی واقعا دقیقاً اون موقعی که با این آدم اولین بار مصاحبه کرده بود، تو مامان پیش من بودی، دیدی که به من پیام میداد، میگفت بیا با مصاحبه کن، دنبال ویو و اینا. من آقا پیام دادم، من خودم به آیدین زواری پیام دادم، گفتم آقا شما یعنی کار دیگه ای ندارین که به ترانه میپردازی؟ بذار وقتتون برنامه‌های دیگه. اون ازش من پول در میاره. اون آدم خودش آقا به من برگشت گفت که تو مادرشی و من بهش پیام دادم گفتم ببخشید من شما رو در جایگاهی نمیام که انقدر صمیمی باشی که به منو تو خطاب کنی. حتی مثلا شما رو نمیشناسم، من فقط ازت خواهش کردم که تموم کنی این جریانو. گفتم من یه چیزایی ازش میدونم که میخوام برنامه بسازم و باید میخوام با شما در میون بذارم که شماره تا حالا بذار، من با شما تماس میگیرم.
فکر کن که تو و اینکه نه من اصلا نمیخوام که مصاحبه، ولی میخوام بهش بگم آخه به چه قیمتی آدم پول در بیاره. مامان اصلا هیچ وقت اجازه نمیدم با همچین آدمی مصاحبه کنی که من دارم زندگی منو میذاره واسش پول در بیاره. بهش گفتم من فکر کنم زیادی دارین در حق ترانه و حتی من تنها طورم نمیگم. من اون برنامه‌ای هم که بابت ماهرخ ساخته بود توی اینستا تیکه‌هاشو ببینم. حالا من که یوتیوب نمی‌دونم ماهرخ و اون آدمایی که دادن به نظر من حقشونه. چرا اینقدر می‌خواد مهربون باشی؟ این حرفو نزن. ای بابا ما همه آدمیم. بازم مامانم هیچ کدوم نمی‌تونیم اسم خودمون انسان بذاریم. این خیلی زشته که قشنگ یک نفر. مامانم خیلی مهربونه. دقیقاً کار زشتیه. مادر ترانه گفته علیرضا به من زنگ زده و به من گفته اگه ترانه راجع به من استوری و چیزی بذاره تمام عکساشو با حساب خود طناز پخش میکنم. اما روز دوم سومی که تو رفته بود تو برنامه دیگه، سومش بود که این آقا عکسای تو رو همه فرستاده بود واسه طناز و حالا نگار رو من نمیدونم دیگه، ولی میگفت برای طناز که خودش به من گفت. نگارم گفته همه رو اسپورت بود، چون با تک تک افرادی که اونجا بودن فکر کنم با بیشترشون در ارتباط، ولی ما بعداً فهمیدیم که کار طناز بوده، چون که خود طناز هم میگفت کار نگار. چون به من گفتش که اگر ادامه بده مثلا لایو و فلان بذاره در مورد من صحبت کنه، عکساشو با حساب خودم هم نه با حساب طناز همه رو پخش می‌کنه. آره حتی پیامش هم دارم میذارم براتون که به مامانم میگه. من اینو گفته بود کرده. آقا راجع به بابای من اومده گفته بعد میگه که پدر اصلا دلیل نمیدونم که حتی ثابت کنم اینو، چون اصلا دوست ندارم من. بگو مامان به نظر دلیلی نداره که بیام بگم من چیم یا مثلا آخه خودش یه کسیه که توی استانبول خونه اجاره میده، بعد تو آدم پولداری هستی، تو خودت نشستی گوشه خونه‌تون از ترست نمیری به استانبول. من بهش هم گفتم آقا الان که شما نبودی ترانه تو خیابون بوده بود، مثلا لباس نداشت بپوشه لخت بود. آخه تو من نمیفهمم این قضیه رو که گفتش که مثل خیلی حرفای بدی به بچه‌هایی که اونجا بودن، حالا من مستقیم نمیدونم طناز بوده نگار بوده یا هر کی دیگه، من نمیدونم. طنازو میدونم قطعی چون خودش هم به من گفته بود، میگم نگارم گفته بود مطمئن. آره اسپورت حالا من یادم نیست تو پیامش اینا هست میشیم، ولی این که مثلا نشسته بود از تمام مسائل تو برای اونا تک تک آمار داده بود و اینا رو میدونم. اول ما فکر می‌کردیم کار نگاره، چون که این که تهدید کرده بود که شما هم به من گفتین حتی. آره. من میگم اگه چیزی بود که واقعا مثلا دروغ بود یا من می‌خواستم دروغ بگم، واقعا این تهدیداش بوده، من اینو میدونم مطمئنم که بوده که شما ها رو تهدید می‌کرده که میام من حتی گفته بود که محمود رو فلج می‌کنم. آره همین چیزی من میدونم. و اینکه بگو چقدر من اونجا گریه می‌کردم، چقدر حالم بد بود. آره این واقعا حال بدی تو حال همه ما رو بد کرد. یعنی من خانواده‌ام همین می‌خواستم پدرتو درآورم و من بهش گفتم بابا وقتی یکی تو رو نمیخواد، وقتی با دعوا میگیم تو نمیری، با صلح میگیم تو نمیری، بزن میکنین دیگه، چقدر اگه تو 6 ماه طرفو میشناختی ترانه رو 5 ماه و 29 روزش یک سره بزنه بکش بود، دعوا بود، این میزد شما رو ولم نمیکرد اصلا. الان کارش اشتباه بوده، من واقعا نمیدونم یه آدم چقدر میتونه عقده‌ای باشه که به خاطر اینکه فکر میکنه یکی فقط خودش یه نفر رو دوست داره باید اونو آزار بده. ترانه گفته حتی موهای علیرضا مصنوعیه و در واقعیت کچله. ترانه آدم ساده‌ایه که دیگه من به این نمیگم ساده، میگم تفلک بچه‌م یه خورده قبوله که من یه بار بهش گفتم ترانه این چرا همیشه کلاه سرشه؟ ترانه مامان به خدا نمیدونم شاید سردشه فلان. گفتم ترانه فکر نمی‌کنی مثلا موهاش مشکلی داره؟ یارو اصلا چند وقت ترانه مثلا باز با این بنده خدا دعوا شده بود، زنگ زدن گفت مامان تازه کچله. آخه ولم نمی‌کرد، من هر کاری می‌کردم ولم نمی‌کرد. یادم میاد خندم میگیره. واقعا منم خندم گرفت. یارو ایراد نیست. آره یارو مور آدم انقدر زرنگه که ما حتی از موی سر این آقا خیلی بعد چند ماه که ترانه اینو میشناخت خبر نداشتیم، ولی اون از اینکه بابای ترانه توی مغازه فرش فروشی کار می‌کنه خبر داشت. چجوری؟ آخه پدر من مگه تو مغازه فرش فروشی کار می‌کنه؟ خندم میگیره. خب برای اینکه این دروغا رو میشنوم واقعا شوخ در میارم. بعد دیگه میبینم واقعا اصلا نیازی نداره که هیچ توضیح بدم. آخه میخوام اینو بگم، من همیشه جلوش گفتم بابای من همه کار برای من کرده، هیچی برای من کم نذاشته. بابای من پدر مادری وظیفه‌شونه که هر کاری از دستش برمیاد برای بچه‌شون. جد و آباد من آخه نه لحظه واستا، جد و آباد من، بابای من، جد بابای من، نسل من تو رو میخره آزاد میکنه با اون قیافت که سای معتاداست عینک تو روت نمیشه دراری. توضیح نداره، هیچ تویی نمیشه. نه مامان واستا، یارو همه رفتن کامنت پیج اون آیل زباری رو نگاه کن، برام فرستادن. همشون نوشتن این یارو معتاده، بهش مواد نرسه، لباش سیاهه، منو چی میزنه؟ آخه تو خودت چی دیدی که بخوای حتی منو دوست داشته باشی؟ من بهش آخرین بارا گفتم قربونت برو یه نگاه کن. آفرین. بعد بیا این حرفا رو بزن. خب تو با آدمی اومدی در ارتباط، من نمیگم ترانه تو خیلی به خودت نگیر. ولی چرا باید بگیرم؟ تو هم یه آدم معمولی هستی مثل بقیه آدما، ولی وقتی یک آدمی با یکی نمیتونه کنار بیاد و سازگار نیست، دلیلی نداره انقدر آدم خودش رو با آتش بزنه زمین و به زمان بدوزه که بخواد ثابت کنه حرف خودش که من راست میگم این دروغ میگه. یه چیزی اشتباه بوده از اول اشتباه بوده. بابا آخه قیافه‌شو نگاه کن، تو اصلا تو خودت چی دیدی؟ نه مامان جان، به نظر من این آدم نمونه کامل یه آدم مریضه. تو انقدر نباید مهربون باشی. خب بازم تو که خانواده داریم، بازم ما حواسمون بهت، بازم ما اینجوری نمی‌کنیم با تو. ولی این آدم اگر 4 روز دیگه بره با یه آدم دیگه مثل من همچین کاری بکنه، شاید آسیب ببینه. شاید اون آدمی بود که میگفت من نه تنها دختر شما، هر دختری که ببینم توی مملکت غریب مشکلی براش پیش اومده یا مثلا احتیاج به کمک داره، من همین کارو براش میکنم. تو اصلا چیکار برای من کردی؟ میکنم که من میگم آدمی که از روی انسان دوستی اگر دستی از کسی
میگیره و کمک میکنه دیگه دلیل نداره بعدم بیاد آبروی طرفو ببره. بعد این همه داستانی که این آقا برام درست کرده تا الان و حرص و جوشی که خانواده و مامان بابای من رو داده. مادر ترانه گفته علیرضا به من زنگ زده و به من گفته برادرم دستیار کارگردان این برنامه است و این برنامه خوبی نیست. من حتی فکر کردم مثلا برنامه‌های زشتیه. اصلا مامانم فکر من رفتم یه جای خیلی بد این شکلی به مامانم گفته بود. نکنه اونجا برن اینا یه بلایی سر این دخترا بیارن. اصلا نمیدونستم خب چیه واقعا نمیدونستم چی به قول خودتون کانسپت این برنامه نمیدونستم چی هستن. و بعد که این داستانا پیش اومد و این آقا دیگه شروع کرد به اذیت آزار، یعنی من روزی نبود که پیام و وایس از این نداشته باشم که منو ول نمی‌کرد. الان داره چیکار میکنه؟ الان نمیدونم پیج اونو برای من بفرستید، پیج اینو برای من الان با این پسر در حتی مامانم هم به خاطر اینکه نگرانم شده بود به این دلیل شماره محمودو برای اون فرستاده بود. و من واقعا اشتباه کردم، میدونم که اشتباه کردم که شماره که تو از اون شماره محمود به من زنگ زدی رو من برای این فرستادم و واقعا تو آدم ساده هستی مثل خودت. فکرشو نمی‌کردم که اون بخواد و بهش هم گفتم ازت خواهش می‌کنم به این آقا زنگ نزن، این اصلا یه برنامه است، اصلا چیزی نیست که من بخوام حتی الان بیام پیگیری کنم. من نمیدونستم خب چه خبره. آره و من اونجا انقدر آزار داد، انقدر اذیت شد. خدا لعنتش کنه. از همینجا دارم میگم ان شاءالله به زمین گرم بخوره. عوضی دروغ. مادر ترانه گفته من اصلا خانواده این آدمو ندیدم، نه میشناختم و نه اصلا با هم ارتباطی داشتیم. فقط یه شماره از مادر یا برادرش بهمون داد که هر چی زنگ میزدیم جواب ندادن. عباده نداره. میگم مامان خودت که میدونی کلاهبردار بود، خب میومد ببین مسافه کن از یه خب کلاهبردار بود، من دیدم با چشمام چون من با این آدم کار میکردم. خب بذار بگم من با این آدم کار میکردم. خب بعد مثلا پیج اون که پیام دادن رو بلاک کرد، به من پیام دادن میگفتن این آقا کلاهبردار باش کار نکن، به مردم خونه اجاره میداده. اینم بگم که بعد پولشون رو میگرفت خونه نمیداده. آره پیجمو هک کرده. این دفعه اولش نبود، یه دفعه دیگه هم هک کرده و تمام پیام‌ها رو برای من فرستاده بود. آره این کارو کرده. من گفتم بابا هک داره. به تو چه ربطی داره؟ من آخه تو رو نمیخوام. به تو چه؟ و بازم با شماره‌ای که به نام تو بود مال تو بود، حالا به نام تو که نبود. آره اون خط اون به من داده بود. بچه‌ها بذار من اینو بگم، اون خط اون به من داده بود واسه موقعی که من هنوز کلیک هم نیومده بود. بعد اون خط رفته و سوزونده بود با واتساپ من به همه پیام میداد. بعد با واتساپ تو به همه به منم پیام داد نصفش که من فکر کردم توی نگران از خواب پاشدم. خدای یعنی دیدم یه فیلم برای من فرستاده که نمیدونم از انسان باشیم، نمیدونم یعنی چیزی حالا دارم. تو انسانی حتما عوض یک کثافت. بعد تعجب کردم نصف شب چنان سراسیمه از خواب پاشدم به خدا باورت نمیشه. من یعنی خودت که میدونی نمیخوام اینا رو بگم که منتی سر تو باشه، بچه منی و من هر کاری بکنم وظیفه‌مه، ولی باور کن که من خیلی به تو نمیگفتم که نگران بشی، ولی به خدا قسم من یه شب در نیمه بیمارستان بودم زیر سرم به خاطر اینکه اینقدر از بابت این آدم هرس خوردم من و خیلی اذیت شدم. حالا من نمیگم ولی میگم امیدوارم که خداوند همون کاری رو که با دیگران میکنی با خودت بکنی. ان شاءالله بمیری. دیگه حالا برای یکی میشه نفرین، برای یکی میشه دعا. من نمیدونم، واقعا خیلی ناراحتم و خیلی اذیت شدم و امیدوارم که دیگه این آخرش باشه و تموم بشه. و واقعا تو هم ممنونم به خاطر اینکه بازم شخصیت خودت رو حفظ کردی. بازم ممنونم ازت. اصلا من به عنوان مادرت از تو خواهش میکنم که در مورد هیچ احدی هیچ حرفی نزنی و هیچ وقت سعی کن. این نصیحت مادر نصر نمیخوام که مثلا چیز بگم که مثلا این کارو بکن. میخوام بگم که من فقط میخوام از حقم دفاع کنم. من قضاوت نمیکنم مامان. اون آدما به همه آدما که بدی کردن حقشونه که آدما بشناسن. آدمی در حق تو بدی کرده، اینو منم قبول دارم، چون در حق منم بدی شده و واقعا یه سری حرفا گفته شده که من میدونم که دروغ محضه و نمیدونم این آدم چجوری به چه قیمتی میخواد پول در بیاره یا دیده بشه. این برای من خیلی جای سواله که پول در بیاره به چه قیمتی. میشناسن دلیلی نداره چیزی رو. پدر من جدم در جد فرش فروش بودن. بهترین جای مشهد یه پاساژ کلی حجره فرش فروشی مال پدر بزرگی من بوده دم حرم. ترانه گفته علیرضا با زور وارد خونه من شده و عکس پاسپورت منو پخش کرده. ببین این آدم آخه اگه چیز واقعیت پخش می‌کرد من میگفتم اوکی، ولی داره به دروغ پخش می‌کنه. این آدم اومده به زور تو خونه من عکس شناسنامه و پاسپورت منو پخش کرد. تو بلند شدی یواشکی اومدی من بهش گفتم این کاری که تو کردی از دزدی بدتره. یه دزد چجوری میره تو خونه یکی؟ اگه من تو خونم باشم و تو هم تو خونه من باشی آیا من به تو اجازه میدم تو یواشکی بری در اتاق شخصی منو باز کنی؟ خب به زور این کارو کرده دیگه، به زور وارد خونه که من نخوام. به زور وارد خونه من شده و به زور این کارو کرده. تو خونم باشم نمیذاشت گوشیمو از من گرفته بود. به زور وارد خونه من شده و این کارو کرد. عوضی تو برداری مسائل خصوصی دیگرانو بزنی همه جا به تناز توضیح بدی که من نمیگم حالا تنازم اونم بنده خدا شاید بازیچه قرار گرفته بوده، اون که نمیشناخته اون طرفو. مامان اگه نمیشناخت شبی که من می‌خواستم اونجا بخوابم نمیگفت رو صورتت بری بیرون اینجا اصلی خودش گفت. آره گفتش که دوست یکی از دوستان بوده، آشنای قبلی هم باشون داشته. این آدمای کثافتی ان همشون لنگه هم. از وقتی این اتفاق افتاده من دیگه فضای واقعی رو نمیتونم خیلی باور کنم. هیچ اعتمادی نمیمونه برای آدم دیگه، فضای مجازی که جای خودش داره. علیرضا باعث شدن که تو هر شب بری بیمارستان و به من اینا رو الان دادی. اونا باعث شدن. در صورت مامان اینا آدمای بدی ان. اینو که تو دیگه نمیتونی کل ایران دارن میگن تناز آدم بدیه، همه دنیا دارن میگن ذاتش بده. آدم بدی نیست، رفتارهای آدمی که باعث میشه کسی دوست داشته باشه اون آدمو. خب آره ولی هیچ کس دوست نداره. آدم بدی میتونه باشه. رفتار بدی که باعث میشه نگاه ما نسبت به اون آدم عوض میشه. در صورت خوب شد که گفتی مامان اینا رو بهم. مرسی ازت. آدم میتونه رفتارش رو تغییر بده و من به
عنوان یه مادر از همه شما دخترایی که پا شدین مهاجرت کردین، به هر حال با هر سختی، چون به هر حال بچه‌هایی که مهاجرت می‌کنن مخصوصا دخترها یه محدودیت‌هایی بالاخره تو خانواده هم براشون پیش میاد دیگه. بالاخره اون دختری که بلند شده مهاجرت کرده و می‌خواد مستقل زندگی خودش رو بسازه، جسارت اینو داشته، جرأت اینو داشته که بلند شه تنها بره یه کشور دیگه. تو امثال تو تناز، اون یکی اون دختر من اسم نمیبرم، ولی همه این دخترها واقعا بهشون افتخار می‌کنم، چون واقعا به هر حال دارن زحمت می‌کشن و من واقعا دوست ندارم که اون کسی که داره تنهایی کار می‌کنه، تو خودت هم یکی از اون دخترایی که داری تنهایی کار می‌کنی برای اینکه مستقل باشی. تو کدوم دفعه دست تو جلوی کسی دراز کردی؟ کدوم دفعه کسی به تو یه ریال کمک کرده که بابا همیشه بوده تو هم بودی. خانواده فرق می‌کنه. من بعضی خانواده نیست غریبه ها. هیچ وقت از کسی طلب پول نکردی، تو هر چی داشتی از زحمت خودت بوده که ایران بودی، کار کردی، زحمت کشیدی. آره دقیقاً. و من واقعا به تو افتخار می‌کنم، هم به تو هم دو تا دخترای خودم واقعا برای قابل تحسینم، به خاطر اینکه واقعا دیدم چجوری زحمت کشیدین. من به هر کسی نمیام بگم نه اون راست میگه بچه‌م اینجوری، این راست میگه اشتباه کرده. من جسارت تو واقعا تحسین می‌کنم. و دخترای امثال تو که دارن زحمت می‌کشن، حالا با بلاگری، با کار کردن فیزیکی، با هر چی دارن زحمت. آره راجع به سالن منم نظر داده بود که من هیچ نداشتم تو ایران اینا. راجع به بابام داشتی خیلی هم عالی کار می‌کردی و پیشرفت روز به روز عالی بود و اونایی که تو رو میشناسن اینجا میدونن دیگه. من اصلا میگم دوست ندارم خیلی توضیح بدم، ولی واقعا کارت عالی بود. هر چی داری از زحمت خودت داری، هر چی که الان داری از زحمت خودت و واقعا هم دمت گرم، دستت هم درد نکنه. و در آخرم از مادر مهبد و خود مهبد و همه فالوورای ترانه تشکر کرده. اینم از نظر مادر ترانه راجع به علیرضا و حواشی که پیش آورده. همراه عزیز ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودی و با لایک و کامنت از ما حمایت کردی. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.